صدها جوان هست در این سرزمین که به خاطر گیم نماز خدا را ترک کرده. هست یا نیست؟ به خاطر گیم. وقتی من گفتم گیم پابجی حرام است، به صفحات رفتن دشنام دادن، توهین کردن، تحقیر کردن. میگه چگونه گیم پابجی حرام است؟ عزیز من، اگر یک نماز این گیم پابجی از تو از دست تو گرفته باشد، اگر یک فرض خدا از دست تو به خاطر این گیم رفته باشد، و خدا قسم حرامترین حرام ها از این گیم، وقتی فرض خدا ترک شود، الله را ناراض بسازی، الله را به خشم بیاوری، باز توجیه میکنی، باز برای گناه خودت دنبال توجیهات میگردی. یکی گناه هستی که توجیه گناه، علما میگن بدترین گناه توجیه گناه است. یکی گناه کرده میگه من کردم خدای ببخش، یکی گناه کرده